الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. سید مصطفی حسینی هستم، استاد درس ریاضیات. امروز با ادامه مبحث مثلثات از فصل دوم کتاب ریاضیات صنف 11 در خدمت شما می باشم. در این جلسه ما دنبال معرفی دو قانون می باشیم که به قانون ساین و قانون کوساین مشهور می باشه. پس با ما همراه باشید دوستان عزیز. سوالاتی که شما باید بتوانید در آخر جلسه به آنها جواب دهید چی است؟ سوال 1 قانون ساین را بنویسید، 2 قانون کوساین را بنویسید و 3 از قانون ساین و کوساین در چه شکل هندسی ما میتوانیم که استفاده نماییم. تعریف: شکل مقابل را در نظر داشته باشین. چی هست دوستان عزیز؟ شکل مقابل یک مثلث می باشه که ما زوایای او را با نام‌های A، C و B نامگذاری کردیم. خب ضلع مقابل زاویه A را با A کوچک نشان دادیم و یا نامگذاری کردیم و ضلع مقابل زاویه B را با B نشان دادیم و ضلع مقابل زاویه C را با C نشان دادیم دوستان عزیز. خب این در نظر داشته باشین. قانون ساین چی میگه؟ قانون ساین میگه دوستان عزیز که مقدار یا قیمت ضلع A تقسیم بر ساین زاویه مقابل از او مساوی با ضلع دیگر از او مثلث که با قیمت B نشان دادیم تقسیم بر ساین زاویه مقابلش و مساوی است با ضلع آخر، قیمت ضلع آخر تقسیم بر ساین زاویه مقابل از او دوستان عزیز. خب این تساوی به قانون ساین مشهور می باشه دوستان عزیز. خب یک مثال بزنیم. در شکل مقابل قیمت ضلع A و زاویه C را محاسبه کنید. خب یک شکل داریم که همون مثلث است و یک زاویه از او 30 درجه می باشه، زاویه A از او 45 درجه است، درست است یا نه؟ و زاویه C که باید به دست آوریم. دیگه چی داریم؟ دیگه ضلع گفته ضلع مقابل زاویه 30 درجه مساوی با مقدار 3 و گفته که مقدار ضلع A را به دست آورید. خب گفتیم در قانون ساین یک ضلع تقسیم بر ساین زاویه مقابل از او مساوی با چی؟ مساوی با ضلع دیگر که مثلا B اگه باشه تقسیم بر ساین زاویه مقابل از او، درست است یا نه؟ خب این از قانون ساین ما یه را دریافت کردیم. خب مقدار A را که نداریم، درست است یا نه؟ ولی چی داریم ما؟ ساین A، درست است یا نه؟ خب ما زاویه A رو که داریم دیگه هست 45 درجه، درست است که میشه بعد A تقسیم بر ساین 45 درجه صحیح شد مساوی میشه با چی؟ مقدار B که قیمت 3 است تقسیم میشه بر ساین B. ساین B چند است؟ گفته ساین 30 درجه. خب دوستان عزیز ما میدانیم که در بحث مثلثات میدانیم که ساین 30 درجه مساوی با آفرین 1/2 میشه، درست است یا نه؟ و ساین زاویه 45 درجه مساوی با چی؟ جذر 2 تقسیم بر 2 میشه. خب ما از قبل میدونستیم دوستان عزیز، درسته؟ میام چی میکنیم؟ میام جایگذاری میکنیم. خب میشه چی؟ میشه A تقسیم بر ساین 45 درجه چند میشه؟ آفرین دوستان عزیز گفتیم که مساویه با چی؟ جذر 2 تقسیم بر 2. پس میشه A تقسیم بر جذر 2 تقسیم بر 2 مساویه با چی؟ مقدار 3 تقسیم بر ساین 30 درجه که مقدارش که هست 1/2. خواهی عزیز درست است یا نه؟ نتیجه میگیریم که A مساویه با چی؟ به طور ضربدری دوستان عزیز میشه چی؟ میشه ود 3 ضربدری جذر 2 تقسیم بر 2 کل تقسیم بر چی؟ 1/2. درست است یا نه؟ خب دوستان عزیز خب اگه ما 3 ضرب کنیم چی میشه؟ میشه ود اینجا نوشته میکنم مقدار 1 مساوی میشه با چی؟ میشه ود 3 ضربدری جذر 2 تقسیم بر 2 میشه تقسیم کل بر چی؟ 1/2. درست است یا نه؟ خب دوستان عزیز این تقسیم چی میشه؟ آفرین نزدیک با نزدیک دور با دور میشه، درست است یا نه؟ که مساوی میشه با 2 ضرب داره چی؟
ضرب در 3 در جذر 2 تقسیم بر 1 ضرب در 2 که می شود مقدار 2. درست است یا نه؟ خب 2 با 2 ساده می شود. چی می شود جواب می شود 3 جذر 2. این چی است؟ این مقدار قیمت زل ای می باشه. درست است؟ خب این ازشی. خب زاویه سی رو چقدر به دست آوریم؟ ما میدانیم که مجموع زوایای یک مثلث همیشه مقدارش 180 درجه است. آفرین. پس نتیجه میگیریم که باید 180 مساوی باشه با چی؟ مساوی باشه با زاویه A که مقدارش 45 است. درست است یا نه؟ 45 جمع چی؟ زاویه B که مقدارش 30 می باشه و جمع زاویه C که ما نداریم، میخوام دست آوریم. خب این باز نتیجه میگیریم که C مان چی میشه؟ خب C مان نگه میداریم 45 و 30 را از سمت چپ به سمت راست میبریم، چون علامت 45 و 30 مثبت است، سمت چپ که میرود چی میشود؟ منفی میشود. پس جواب میشه چی؟ میشود 180 منفی 45 منفی 30. خب منفی 45 و منفی 30 میشود چند؟ آفرین، میشود منفی 75. از 180 که کم کنیم جواب میشود، احسن بر شما، میشود 105 درجه. پس نتیجه میگیریم که زاویه C باید مقدارش 105 درجه باشه. خب مثال دیگر، مطابق شکل زیر فاصله بین دو نقطه A و B بین آنها که یک تپه قرار دارد را دریافت کنید. قضیه چی است دوستان عزیز؟ یک انجینیر بوده که میخواست فاصله بین نقطه A تا B را به دست آوره، ولی چون ما بین A و B یک تپه وجود داشته نمیتونسته به طور مستقیم میره چی کنه؟ محاسبه کنه. چی کار میکند؟ میآید از یک نقطه به نام نقطه C را در مقابل تپه چی میکند؟ مشخص میکند. میآید فاصله چی میکند؟ از A تا C را میآید باز با یک خطی مشخص میکند. یک زاویه به وجود میاد بین چی؟ بین A تا B و A تا C که میشود این قابل که میشود دریافت کرد که مقدارش به دست 30 درجه. این ازیشی. میاد چیکار میکنه؟ باز میاد در نقطه C، از نقطه C تا B را میاد با یک خط باز مشخص میکند. بازم یک زاویه به وجود میاد بین خط A تا C و C تا B که مقدارش چند بوده؟ 110 درجه بوده. خب و همچنین میاد قیمت فاصله C تا B را دریافت میکنه که مقدارش چی بوده؟ مقدارش با این نشان دادیم مساوی بوده با 422 فوت بوده دوستان عزیز. خب شاید دوستان به یک نفر پرسان کنه که فوت چی است دوستان عزیز؟ فوت هم یک واحد اندازه‌گیری طول می باشه، شبیه به متر، سانتی متر، مثل کیلومتر. اینا واحدهای چی هستند؟ واحدهای اندازه‌گیری طول هستند که یک فوت دوستان عزیز مساویه با 0.3 تقریبا میشه 0.35 متر میشه دوستان عزیز. خب این از چی؟ از یک مقدار فوتی ما. خب چیکار کنه دوستان عزیز؟ هدف چیه؟ هدف اینجا به دست آوردن فاصله A تا B می باشه. درست است یا نه؟ چون ما نمیتونستیم یا انجینیر نمیتونسته که به طور مستقیم به دست آوره، مجبور بوده چی کنه؟ یک مثلثی به شکل به وجود بیاوره. خب حالا ما چی داریم دوستان عزیز؟ زاویه A را داریم، زاویه C را داریم، مقدار فاصله بین C تا B را به دست آوردیم. درسته؟ خب میم چی میکنیم؟ میم از قانون ساین میخوایم استفاده کنیم. خب قانون ساین چی میگفت؟ میگفت که یک ضلع تقسیم بر ساین زاویه مقابل از او مساویه با چی؟ ضلع دیگر مثلث تقسیم بر ساین زاویه مقابل از او. درست است یا نه؟ خب از همین رابطه میتونیم چی کنیم؟ ما میتونیم C رو به دست آوریم. خب ما دنبال چی هستیم دوستان عزیز؟ ما کلا هدف به دست آوردن مقدار C است دیگه، میشه فاصله بین A تا B میشه. درسته؟ خب به طور ضربه دوستان عزیز C چی میشه؟ C از این فرمول میشه C به طور ضربه ضرب میشه A ضرب در ساین C تقسیم بر ساین A میشه. درسته؟ خب ساین C که میشه ساین 110 درجه، زاویه رو ما داشتیم دیگه. خب ساین 100 درجه شما اگه در ماشین حساب دست آورید مقدار 0.9396 میشه. یه ازیشی دیگه چی؟ دیگه شما نیاز به ساین A هم دارین دیگه. درست دوستان عزیز که در مخرج است. خب ساین 30 درجه که ما میدونیم مقدارش برابر با 1/2 و یا 0.5
می باشه. خب یزی پس چی میکنیم؟ در آخر میایم در فرمولی که اینجا به دست آوردیم مقادیر جایگذاری میکنیم و مقدار سی را به دست میآوریم. خب که چی چند شده است؟ میشه بعد چی؟ ساین سی گفتیم میشه بعد 0.93 96 که نوشته کردیم ضرب میکنیم با مقدار A که گفتیم چند است؟ گفتیم 422 فوت می باشه و تقسیم میکنیم بر ساین 30 درجه که از 0.5 مقدار که دست میآید چند است؟ 793.022 فوت می باشه دوستان عزیز. شما میتونید پس با این روش به آسانی فاصله بین A تا B را به دست آورید، به طوری که اگه میخواستیم به طور مستقیم را به دست آورین قابل محاسبه نبود، ولی با استفاده از قانون ساین ببینید چقدر راحت‌تر شما میتونید فاصله بین دو نقطه را که بین دو نقطه مانع وجود داره را به دست آورید. خب تعریف دیگه دوستان عزیز، با در نظر داشته شکل مقابل که باز یک مثلث است، قانون کوساین به صورت ذیل تعریف میشه که چی میگه قانون کوساین؟ میگوید که کوساین زاویه A مساویه با چی؟ مساویه با مجموع مربعات ضلع مجاور. دوستان عزیز در یک مثلث یادتون باشه، در یک مثلث شما یک زاویه رو مد نظر بگیرین، برای این زاویه دو ضلع مجاور دارین و یک ضلع مقابل دارین که از لای کناری زاویه رو بهش ضلع مجاور میگیم، یعنی میشه برای زاویه A میشه ضلع B و ضلع C. درست است یا نه؟ و ضلع مقابل هم که دیگه تعریفش معلومه دیگه که میشه ضلع مقابل همون زاویه. خب پس میشه چی؟ گفته قانون کوساین میگه کوساین زاویه A برابر است با مجموع مربعات اضلاع مجاور منفی کنین از چی؟ از مربع ضلع مقابل تقسیم کنین در چی؟ دو تا یا دوی ضرب داره ضلعای مجاور که میشه دوی ضرب داره B ضرب داره C. دوستان عزیز و یا شما میتوانید قانون کوساین را اینم نوشته کنین که چی هست؟ میگوید که مربع ضلع مقابل یک زاویه برابر است با مجموع مربعات اضلاع مجاور منفی دوی ضرب داره ضلع مجاور اول ضرب داره ضلع مجاور دوم در کوساین زاویه A می باشد. دوستان عزیز خب در اینجا خوب است که یک مثال بزنیم دوستان عزیز. خب مثال در مثلث مقابل اندازه زاویه A را تعیین کنید. خب هدف چی است؟ به دست آوردن چی است؟ زاویه A می باشه. خب چیکار میکنیم؟ ما گفتیم بر اساس قانون کوساین گفتیم که کوساین زاویه A برابر با چی؟ گفتیم مجموع مربعات اضلاع مجاور که از چی؟ میشه 32 که مقدار 36 است که میشه 32 میشه 36. درست است یا نه؟ جمع ضلع دیگه مجاور که مقدارش که با بی نشان دادیم مقدارش 4 است، پس میشه مربعش که میشه 4 به توان 2 که مساوی باشه 16 باشه. منفی کنین از چی گفتیم؟ منفی کنین از مربع ضلع مقابل که مقدارش چند است؟ مقدارش جذر 28 است. خب مربع جذر 28 چند میشه؟ آفرین میشه 28. یه ازیشی تقسیم کنیم بر چی؟ دوی گفتیم ضرب کنیم در اضلاع مجاور که مقدارش 6 است و مقدار ضلع دیگه که یا قیمت ضلع دیگه مقدارش 4 می باشه. درست است یا نه؟ خب مساویه با 36 جمع 16 چند میشه؟ آفرین دوستان عزیز میشه 52. منفی میکنین از چی؟ از مقدار 28 تقسیم میکنین بر 2 ضرب در 6 که میشه 12 ضرب در 4 هم که بکنین شما مقدارش میشه چند؟ آفرین میشه 48. خب 52 منفی 28 دوستان عزیز مقدارش چند میشه؟ احسن بر تو مقدارش 24 می باشه. تقسیم میکنیم بر 48 چند میشه؟ جواب آفرین میشه چی؟ 48 بر 24 میشه 2 مرتبه و 24 بر 24 میشه 1 مرتبه. جواب میشه 1 بر 2. درسته؟ خب کوساین زاویه A مساوی با 1 بر 2 شده است. خب چه زاویه‌ای بوده که کوساینش چی؟ 1 بر 2 می باشد. خب ما میدانیم که کوساین 60 درجه است که مساوی با 1 بر 2 است. نتیجه میگیریم که باید مقدار A چی باشه؟ مقدار A باید آفرین
60 درجه باشه که کوساینش مقدارش برابر با 1/2 شده است. خب دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، با قانون ساین و کوساین آشنا شدیم. فقط یک سوالی میتواند اینجا مطرح شود که چی؟ ما از قانون کوساین و ساین برای به دست آوردن زوایا و اضلاع استفاده میکنیم. فقط این سوال مطرح میشود که ما کجا از قانون ساین استفاده کنیم و کجا از قانون کوساین استفاده کنیم. خب این نکات میتواند که مهم باشه برای جواب این سوال. خب دوستان عزیز، در این قسمت میخوام چند نکته رو در رابطه با این سوال قدیم براتون بگویم. نکته اول، در صورتی که طول سه ضلع یک مثلث معلوم باشه از قانون کوساین استفاده میکنیم. یعنی چی دوستان عزیز؟ شما اگه مثلثی مقابل در نظر داشته باشین، خب در این مثلث اگه شما قیمت A و قیمت B و قیمت C معلوم باشه و از شما چی خواسته شده باشه، از شما برای مثال زاویه A خواسته شده باشه، میتونید شما از قانون کوساین استفاده نمایید. و نکته دیگر چی میگه؟ در صورتی که اندازه دو زاویه و یک ضلع مقابل زاویه معلوم داده شده باشد، شما باید از قانون ساین استفاده کنید دوستان عزیز. یعنی چی دوستان؟ برای مثال فرض کنید که قیمت زاویه A و قیمت زاویه B داده شده است، درست است یا نه؟ و مابین قیمت های ضلع A و قیمت ضلع B یک از نام داده شده باشه، یعنی یا ضلع A معلوم باشه یا ضلع B معلوم باشه، شما میتونید از قانون ساین استفاده نمایید. نکته سوم، در صورتی که اندازه دو ضلع و زاویه مقابل ضلع معلوم باشد از قانون ساین باید استفاده میکنید دوستان عزیز. یعنی که فرض کنید که قیمت ضلع B و قیمت ضلع A داده شده باشه و همچنین یک زاویه، مثلا برای مثال زاویه مقابل ضلع A که میشه با زاویه A نشان میدیم و آن هم معلوم باشد، شما باید از قانون ساین استفاده نمایید. خب دوستان عزیز، نکته 4 چی میگوید؟ در صورتی که دو ضلع و زاویه بین آنها معلوم باشد از قانون کوساین استفاده میکنیم. یعنی چی؟ برای مثال فرض کنید که قیمت ضلع A و قیمت ضلع B معلوم باشه و زاویه بین از اینا که ما آن را با C نامگذاری کردیم این هم معلوم باشد، یعنی دو ضلع و زاویه ما بینشان معلوم باشد، شما باید از قانون کوساین استفاده نمایید. درست است یا نه؟ خب نکته آخر چی میگوید؟ نکته آخر میگه در صورتی که فقط شما چی داشته باشین، معلومات شما فقط قیمت های زوایا باشد، یعنی شما زوایای A و B و C رو دارین و در رابطه با قیمت های اضلاع هیچ گونه اطلاعی نداشته باشین، شما نمیتونید از قانون ساین و قانون کوساین استفاده نمایید دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، میخوام در این قسمت نکاتی را در رابطه با مقادیر و قیمت‌های ساین و کوساین چند زاویه را برایتان بگویم که چی است. دوستان عزیز یادتون باشه در کانکور و در مثال‌ها 4 یا 5 تا زاویه است که بسیار کاربردی هستند. هم در مثلثات بسیار می‌بینین شما اون می‌بینین و هم در سوالات کانکور. و چی است؟ زوایایی مثل 0 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و 90 درجه. و شما در مثال میبینید که زوایا بسیار یا 60 درجه میبینید یا 30 درجه است یا 90 درجه است، درست است یا نه؟ خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که در قسمت میخوایم بگیم که مثلا ساین 0 درجه چند میشه، ساین 30 درجه چند میشه، ساین 45، 60 و 90. شاید برای بعضیا سخت باشه حفظ کردن قیمت های ساین این زوایا. خب چی میکنیم دوستان عزیز؟ برای شما یک دونه دست آوردم، درست است یا نه؟ ما میدونیم که در بحث مثلثات ما یاد گرفتیم که اگر یک دایره باشه و اینها محورهای y و x باشه، ما در بر اساس قراردادی گفتیم که محور افقی رو با کوساین نشان میدیم، درست است یا نه؟ قرارداد کردیم که این باشه محور کوساین و محور عمودی رو گفتیم چی است؟ گفتیم محور ساین، درست است یا نه؟ خب این به صورت قراردادی بود. خب دوستان عزیز، اگه شما دستانه این رقم بگیرین چی میشه؟ 60 شما به صورت عمودی قرار میگیرد، پس میشه همون ساین شما و این انگشت کوچک شما هم به صورت افقی قرار میگیرد که میشه چی؟ میشه همون کوساین شما. خب جایی که افقی است یعنی چی است؟ یعنی زاویه شما 0 درجه است، درست است یا نه؟ خب زاویه 0 درجه است یعنی چی؟ یعنی اینجا کوساینش چون
چون خط افقی همون قراردادی کوساین بود، باید مقدار کوساین 0 درجه شما چند باشه؟ 1 باشه دوستان عزیز، چون چی است؟ رو خط کوساین قرار داره. و در شست شما چی است؟ شست شما که روی محور ساین قرار میگیره، پس باید در اینجا زاویه شما که 90 درجه است باید ساین شما 1 شوه. پس چی شد؟ پس روی شست شما باید ساین 1 شوه و در روی انگشت کوچک شما باید چی؟ کوساین 1 شوه. میگین چی؟ میگین خب این انگشت کوچک از ما چون اینجا کوساین ما 1 است، پس ساین باید 0 باشه. پس چی میکنین؟ میاین انگشت کوچک میگه 0، مثلا فرض کنید قیمت 0 باشه و انگشت بعدی میگیم چند باشه؟ مقدارش 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه و 4 باشه. دوستان عزیز خب این از چی؟ و میاین در کنار از این که وقتی این که 0 گفتین چی میکنین؟ میاین در مقابلش عدد دیگه هم شما گذاری میکنین. چه رقم؟ به این شکل. دیگه این که از پایین شما گذاری کردین، میاین در کنارش از بالا شما گذاری میکنین. میگین بالا چی باشه؟ 0 باشه، 60 0 باشه، باز دوباره انگشت دیگه 1 2 3 و 4 که چی بشه دوستان عزیز؟ میم از این فرمول استفاده میکنیم دوستان عزیز. این فرمول چی است؟ میگه ساین x مساویه با جذر n تقسیم بر 2. یعنی شما وقتی انگشت که 0 گذاشتین میشه چی؟ میشه به جای n شما کافیه مقدار 0 بانین، ساین شما دست میایه. یعنی چی؟ یعنی شما جذر 0 تقسیم بر 2 میشه چی؟ میشه ساین 0 درجه. چرا؟ چون این انگشت کوچیک شما روی چی بود؟ اینجا روی محور افقی است و در اونجا زاویه ما 0 است. خب این انگشت دیگه چی میشه دوستان عزیز؟ انگشت دیگه میتونه نماینده همون 30 درجه باشه. این نماینده 30 درجه باشه، انگشت دیگه شما نماینده 45 باشه، انگشت دیگه شما نماینده 60 باشه و 60 هم که نماینده 90 است. خب پس این که 1 باشه یعنی 30 درجه، پس میشه چی؟ ساین شما میشه چی؟ ساین 30 درجه میشه به جای شما کافیه جای n مقدار 1 را بانین، میشه جذر 1 تقسیم بر 2 که جذر 1 مقدارش 1 است، پس میشه 1 بر 2 که همون چی است؟ همون مقدار ساین 30 درجه می باشه. دیگه چی؟ انگشت دیگه شما گفتیم 45 درجه است، درست است یا نه؟ پس چی؟ مقدار 2 را میبانن جای n، میشه جذر 2 تقسیم بر 2. یه میشه چی؟ میشه قیمت ساین 45 درجه و انگشت دیگه شما میشه چی؟ نماینده 60 درجه. یعنی شما جای n می مقدار 3 میبانین، میشه جذر 3 تقسیم بر 2. و کوساین هم به همین شکل دوستان عزیز. شما چی میکنین؟ در قسمت افقی گفتیم ساین ما 1 است، درست است یا نه؟ خب شما گذاری کردیم که این شد بر اساس کوساین شد مقدارش 4. خب جذر 4 میشود مقدارش 2 میشه، پس 2 تقسیم بر 2 میشود مقدارش 1. پس کوساین 0 درجه میشود 1. و همچنین دوستان عزیز میشه چی؟ انگشت بعدی که مقدار کوساینش گفتیم 3 است، درست است یا نه؟ پس کوساین 30 درجه چند میشه؟ میشه جای n شما 3 میبانین، میشه جذر 3 تقسیم بر 2 و مابقی زوایا را به این شکل میتونین شما با استفاده از همین دست خودتون چی کنین؟ یاد بگیرین دیگه. شاید حفظ کردن عزیز اگه سخت باشه میتونین پس بر اساس دستتون به این شکل استفاده کنین و مقدار ساین و کوساین زوایای مثل 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و 90 درجه و 0 درجه را به دست آورین دوستان عزیز. در این قسمت درسمون خلاص شد. میخوایم چند تا سوال کنکور با هم دیگه کار کنیم. سوال 1: ساین 45 درجه مساوی است و خب دوستان عزیز ما گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم که میایم از این قسمت این انگشت افقی را 0 میبانیم، درست است یا نه؟ و گفتیم انگشت دیگر مقدارش 1 میذاریم، 2 و 3 و 4. خب گفتیم 45 درجه کجا قرار میگیره؟ گفتیم چی میشود؟ یک 30 درجه است، این میشه 45 درجه، درست است یا نه؟ خب مقدارش چند بود؟ مقدارش 2 است. پس میشه چی؟ میشه ساین 45 درجه بر اساس فرمولی که آوردیم. گفتیم ساین 45 درجه گفتیم چی میشه؟ گفتیم جذر n تقسیم بر 2 که n من چند است؟ گفتیم چی؟ گفتیم دومین چی است؟ مقدار 2 میگیره دیگه. پس n من 2 است، میشه جذر 2 تقسیم بر 2. پس باید گزینه صحیح باید گزینه 2 باشه دوستان عزیز. خواهی عزیز. خب سوال دیگه دوستان عزیز، اگر دو ضلع یک مثلث به ترتیب برابر با 2 و 3 و زاویه بین آنها 60 درجه باشد، آنگاه قیمت ضلع دیگر را به دست آورید. چی میخواد بگه دوستان عزیز؟ میگه که فرض کنید که یک مثلث دارین، درست است دوستان؟ خب گفته فرض کنید که یک ضلع از او 2 باشه قیمتش، یک ضلع دیگه چی باشه؟ 3 باشه و این یک زاویه و ضلع A بنامیم ما.
گفته زاویه بین 2 و 3 یعنی زل 2 و 2 هم زل دیگه ای که 3 است مقدارش 60 باشه چی کنه؟ بیاین قیمت زل A را به دست آوریم. خب در بین اون نکاتی که ما گفتیم دوستان عزیز ببینید من نکات دوباره پس میارم. خب گفته در صورتی که 2 زل و زاویه بین آنها معلوم باشه از قانون کوساین استفاده میکنیم دوستان عزیز. خب این مثال از ما دقیقاً همونه دیگه. ما 2 زل داریم که زاویه بین آنها معلوم است. خب پس چی میکنیم؟ از قانون کوساین استفاده میکنیم. قانون کوساین میگفت که A مربع مساویه با چی؟ از مجموع مربعات از لای دیگر که می شود 2 به توان 2 که می شود 4 جمع 3 به توان 2 که می شود 9 منفی کنه از چی؟ 2 ضرب در زل اول که مقدارش 2 است در زل دوم که مقدارش 3 است در کوساین زاویه که چند است؟ 60 درجه می باشه دوستان عزیز. درسته؟ خب همون فرض کنید که ما کوساین 60 درجه نمیدونیم چند است. درست است یا نه؟ میخوایم از همون دسته استفاده کنیم. خب ما گفتیم که دوستان عزیز گفتیم که برای ساین از پایین شماره گذاری میکنیم 0 1 2 3 و 4 برای کوساین از بالا شروع میکنیم. چند است؟ یک اگه 0 باشه پس این میشه مقدارش 1 2 3 و 4. خب زاویه 60 درجه کجا قرار میگیره؟ خب این اولیش که 30 است این که 30 است یه هم 45 خب پس اینجا قرار میگیره 60 میشه. ما چند بودی گفتیم اینجا که 0 باشه پس مقدار 60 درجه میشه چی؟ میشه انگشت شماره 1 که میشه چی؟ پس کوساین 60 درجه که مساویه گفتیم با جذر n تقسیم بر 2 که مقدار n مان 1 است میشه چی؟ میشه جذر 1 تقسیم بر 2 که جواب چند میشه؟ آفرین میشه 1 بر 2 عزیزی. خب پس a مربع مساوی میشه با چی؟ 4 جمع 9 میشه 13 این عزیزی. منفی کنین از 2 ضرب در 2 میشه 4 4 ضرب در 3 میشه 12 آفرین. خب کوساین 60 درجه بود چند؟ گفتیم هست 1 بر 2. خب درست است یا نه؟ 2 ضرب در 2 میشه 4 4 ضرب در 3 میشه 12 ضرب در 1 بر 2 میشه 12 تقسیم بر 2 که میشه مقدار 6. درست است یا نه؟ پس میشه A2 مساویه با 13 منفی 6 مقدارش چند میشه؟ آفرین میشه 7. پس A مربع شده 7 پس A چند میشه؟ احسن بر 2 میشه جذر 7. پس گزینه صحیح باید گزینه 3 باشه. خب عزیزی مثال دیگر سوال دیگر در مثلث مقابل قیمت زاویه A عبارت است از خب دوستان عزیز چی خواسته؟ قیمت زاویه A را خواسته. خب ما چی داریم اینجا؟ ما معلومات ما زل مقابل A می باشه و زل A تا C رو داریم. درست است یا نه؟ و زاویه B رو داریم که چی است؟ که زل مقابلش معلوم است. از اگه یادتون باشه در همون نکات گفتیم اگه در یک مثلث ما 2 زلمان معلوم باشه و همچنین یک زاویه‌ای که مقابل از این اضلاع معلوم هست او هم معلوم باشه از قانون ساین استفاده میکنیم دوستان عزیز. خب قانون ساین چی میگفت؟ قانون ساین هم میگفت که مقدار A تقسیم بر ساین A مساویه با چی؟ مقدار B تقسیم بر ساین B. درسته دوستان؟ خب چی داریم ما دوستان عزیز؟ ببینید شما مقدار B مان که میشه اینجا این مقدار B است. ساین B خب ساین B را که داریم که مقدار 60 است. خب درست است؟ خب این جاگذاری میکنیم دیگه میشه A که مقدارش 3 است. درست است یا نه؟ میشه زل مقابل زاویه A که مقدارش چند است؟ مقدارش 3 می باشه. 3 تقسیم بر ساین A اینو نداریم مساویه با مقدار B که هست 3 جذر 3. درست است یا نه؟ تقسیم بر ساین B که هست 60 درجه میشه ساین 60 درجه. خب باز بریم سراغ دستمان. ما گفتیم برای ساین از پایین شماره گذاری میکنیم. گفتیم این انگشت 0 است، 1 است، 2 3 و 4. درست است یا نه؟ خب 60 کجا قرار میگیره؟ 60 میشه در اینجا که مقدارش چند است؟ 1 2 3 این مقدار 3 است. درسته؟ پس میشه ساین 60 درجه
مساویه با که جذر این تقسیم بر 2 مساویه با چی؟ آفرین این مان 3 است، میشه با جذر 3 تقسیم بر 2 میشه. خب از ساین 60 درجه من جا گذاری میکنیم دیگه، نتیجه میگیریم از این که چی؟ ساین A باید برابر با چی باشه؟ برابر میشود با 3 ضرب در ساین 60 درجه که مقدار چند است؟ آفرین جذر 3 تقسیم بر 2 کل تقسیم بر چی؟ کل تقسیم بر 3 ضرب در جذر 3 می باشه. درست است یا نه؟ خب دوستان عزیز این دیگه قسمت لازم است که یک نکته رو من بگم بهتون. دوستان برات نکته اینجا نوشته میکنم. A تقسیم بر B مساوی شد اگه با C تقسیم بر D شما میتونید نتیجه بگیرین که A ضرب در D مساویه با چی؟ همین رقم به طور ضرب دری مساویه با B ضرب در C. خب ما از این نکته استفاده کردیم، از این نکته استفاده به این نتیجه رسیدیم دوستان عزیز. خب از نکتهش خب جایگذاری. خب الان دوستان عزیز این چی باشه؟ از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که ساین A برابر می باشه خب می شود 3 ضرب در جذر 3 تقسیم میشه بر چی؟ 2 ضرب در 3 ضرب در جذر 3 می باشه. خب چرا؟ من یک علامت سوال اینجا میزنم دوستان عزیز، یک علامت سوال میزنم که چرا اینجوری شد. در خانه باید به دست آوریم که چرا اینجوری میشه. فقط نکته‌ای که لازم داره اینه، نکته لازم داره اینه دوستان عزیز. اینجا نوشته میکنم A تقسیم بر B کل تقسیم بر C در D چی هست گفتیم میشه نزدیک با نزدیک دور با دور. درست است یعنی که مساویه با A ضرب در D تقسیم بر B ضرب در C می باشه. از این نکته ما استفاده کردیم، در اینجا قسمت استفاده کردیم، او رو به دست آوردیم. حالا چرا اینجوری شده باید در خانه خودتان به دست آورید. خواهی ازیشی نتیجه میتونیم بگیریم که چی؟ جذر 3 با جذر 3 ساده میشه، 3 با 3 ساده میشه. جواب میشه چی؟ میشه ساین A مساویه با چی؟ 1 بر 2 شده. درست است نه؟ 1 بر 2. خب بریم با سراغ دستمان. ما گفتیم که در ساین انگشت پایین 0 میباشه اندازه‌ش و مقدار دومیه میشه چی؟ 1 ای 2 ای 3 و این مقدار 4. خب گفته چی؟ گفته ساین A ما مساوی با 1 بر 2 شده. پس باید این ما چی بوده؟ 1 بوده که جذر 1 تقسیم بر 2 شده 1 بر 2. پس جذر 1 کجا قرار میگیره اینجا؟ پس زاویه 30 درجه بوده که چی؟ زاویه 30 درجه بوده که مقدار ساین از 2 شده 1 بر 2. نتیجه میگیریم باید گزینه 2 گزینه صحیح باشه. خب دوستان عزیز در این قسمت هم درس ما هم خلاص شد. تا جلسه آینده همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتان باشه.